سلام، 안녕하세요. Hey guys and welcome back to another video with me. سلام بچه‌ها، من مینا هستم و خوش اومدین به یه ولاگ دیگه از چنل من مینا مای. الان که اومدم ویدیو رو ضبط کنم به گوشیم پیام اومد که بسته شما ارسال شد و اینا، در صورتی که من سفارشی نداشتم، ولی یادم افتاد که چند وقت پیش از طرف یه برندی یه پیام به اینستاگرامم اومد که میخواستن محصولاتشون رو برام بفرستن که مثلا حالا تستش کنم و یه حالا ویدیوی تبلیغ گونه ازش بذارم. و الان دارم میرم که بسته رو از ورودی خوابگاه بردارم بیارم با هم آنباکسش کنیم، ببینم که چی برام فرستادن. توی ولاگ قبلی داشتم یه محصولی رو تبلیغ میکردم و گفتم که انگار مثلا این برند اومده اسپانسر ویدیوی من شده. شاید باورتون نشه ولی امروز واقعا یه برند اسپانسر ویدیوی من شده که بیام محصولشون رو تست کنم و آنباکسش رو انجام دادم. توی قسمت بعدی این ویدیو آنباکسش رو خواهید دید. آره خلاصه حالا تستش رو توی اینستاگرام میذارم، میتونید اونجا برید تستش رو ببینید که آیا واقعا محصولات جالبی بودن یا نه. ولی در کل yes guys, today's video is sponsored by ZigTag. Yeah. اینجا برام اسمم نوشتم. چه جالب. عجیبه تکسچرش. از این برات میکشیدم. خیلی توی اینستاگرام دیدم بعضیا داشتن تبلیغشون میکردن و بفته جالبی داره، تکسترش خیلی باحاله. آخرش هم کرم ضد آفتابشونه. شاید امروز اینو امتحان کنم قبل رفتن به کلاس که ببینم چه جوریه، چون من پوستم خیلی به کرم ضد آفتاب حساسه و واقعا اگه کرم ضد آفتابشون خوب بشه امکان داره خودم دوباره ازشون خرید کنم. امروز جمعه است، آخر هفته ما، فردا پس فردا تعطیله و همونطور که می‌بینید طبق معمول باد، بارون و هوای فوق‌العاده افتضاح کل یه هفته اینجوری. من برای خوردن غذای فنجان تیکه یا خیلی بلند نمیگم الان اسمش اینجا می‌نویسم، همیشه یه رستوران میام چون خیلی خوشمزه است فنجان تیکش. بعد امروز اومدم بهش گفتم که مثلا فنجان تیکه بگین و اینا، گفتش که آره میدونم. شاید میخواستم یه چیز دیگه سفارش بدم، یعنی چی آره میدونم، ولی در کل خیلی خنده‌دار بود که یا پشتی که آره میدونم بشین. همین بعد بیام بگم که همون همیشگی.
다들 걸어오죠, 여러분. 네. 걸어오는데 불편했겠네요, 그죠? 그래도 오늘이 금요일이잖아요. 그죠? 즐거운 금요일이에요. 주말이에요. 힘을 내서 오늘 좀 해봅시다, 그죠? 먼저 수도부터 보자. 아까 실패했잖아요, 그죠? 여러 번의 사업 실패를 교훈 삼아 schmecken. 조용히. روفتاب دانشگاه است. طبقه 15 الان. واو. 우연히 많았어요. 와우. 이렇게 많았는데 커피 한 잔이라도 할까요? آسمون هم خوشگله. ابراشو ببین، پنبه است. 소스는 چیپس با تن سیب زمینی چیزی شیرین. قیافش خیلی جالبه. هوا خیلی خوب شد. قبل کلاس بارون شدید، الان واو عالی. سلام از یک شنبه. ببین یک شنبه برنامه این بود که بعد از ظهرش برم یه کنسرتی که از چند وقت پیش خب بلیط و ایناشو تهیه کرده بودم، ولی چقدر روی میزم کثیف. انقدر صبح که پا شدم دیدم هوا خوب و آفتابیه که اینجوری بودم که اوکی من امروز حتما باید ساحل برم. البته که دیروزش هم ساحل رفته بودم، ولی تصمیم گرفتم که امروز برم هئونده، چون که اونجایی که محل کنسرته خیلی نزدیک به هئونده است. کلا مثلا شاید با اتوبوس 10 دقیقه فاصله داشته باشه، پیاده شاید 20 دقیقه فاصله داشته باشه. خودم گفتم حالا که دارم تا اون سر بوسان میرم بعد از ظهر، خب بذار زودتر برم بیرون و ظهر رو برم هئونده اونجا نهار بخورم. توی این اینستاگرام یه استوری گذاشتم از بچه‌هایی که حالا توی بوسان هستن و کلا دوستان، ببینم کی میتونه با من بیاد. فعلا همه بچه‌های سئول سیم کردن از بوسان. هیچ کس از بچه‌هایی که دوستام توی بوسان هستن کسی تا حالا سیم نکرده که بگه میتونه بیاد یا نه. ولی فوقش هم کسی نیامد نتونست، خودم تنهایی میرم. That's okay for me. بعد خدمتتون بگم که الان ساعت تقریبا 1:30 بعد من هنوز ناهارم نخوردم. پلنم این بود که برم اونجا ناهار بخورم. نمیدونم برم رستوران غذا بخورم یا مثلا نمیدونم، خیلی دارم دیر میرم. حس میکنم پشیمون شدم. برگردیم خونه. ببین خیلی گرمه، آفتابش داره سرخ کنه.
برادران رو مشاهده میکنید که حال ورزش کرد. چرا اینجا وسیله ورزش؟ من الان منم زیر یک از این چترگونه هایی که جلوی سایه رو گذاشتن نشستم و چقدر شلوغه، خیلی شلوغه. همه دارن همه دارن شنا میکنن تو آب، خیلی آدمه. ولی من الان از اونجا که بعدش قرار برم یه جای دیگه جوری لباس نپوشیدم که بخوام برم توی آب و فقط اومدم که یه ذره وایب بگیرم من جامو عوض کردم، رفتم روی صندلی‌ها نشستم. این صندلی‌ها که روش دراز میکشم، بالات هم چترگونه است. بعدم این پیرمرد کره اومده به انگلیسی میگه هی، بعد بهش میگم که چیه؟ میگه کش. بهش گفتم چنده به کره؟ گفتش که 18,000 وان. و من اینجوریم که برای یه ساعت، گفت نه تا ساعت 6. و خب اینجوری بودم که اوکی نمیخوام. الان اومدم کف شنا نشستم، ولی حس میکنم اینجا اینجوری خنک‌تره چون خیلی نزدیک به آبم و خیلی هوا خوبه، با اینکه آفتابه ولی خیلی خوبه هوا. اینم از شانس ماست توی آمبولانس که دال دیگه داره دانس. بعدم از خودم عکس بگیرم. کدوم خوب شد؟ کدوم رو انتخاب کنیم؟ چقدر وقت داریم برای انتخاب؟ اوکی گایز، بذارید من انتخاب کنم بهتون نشون میدم بعد نتیجه رو. اینا رو انتخاب کردم. اینم دوست دارم ولی اینا رو بیشتر دوست دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. Where is it? یه خدا. اومدم اولیویان ولی دلیلش نیست که میخوام خرید کنم. دلیلش اینه که اومدم آرایشم رو تمدید کنم. الان دارم میرم سراغ محل کنسرت. اجرا از 6:30 ولی از 5:30 میتونیم وارد شیم و طبعا هر چه زودتر بدیم صندلی بهتری گیرمون خواهد آمد. نمیدونم جریانش چیه. یه سریا هی من از جام بلند میکنم، یعنی اینجا برای تیم ماست بلند شو و انگار بعد از قبل رزرو میکردی. ولی یه سری دیگه بهم میگن که نه میتونی بشین چون منم ردیف سوم، یعنی لیترالی جلوی استیجم. حالا خدا به خیر بگذرونه. فعلا اینجا میشینم پروگری دارم میارم ببینم آیا مجبور میشم بلندم کنن یا نه. 크리스찬 지도자 여러분, Honorable pastors, 그리고 목사님 여러분,
이렇게 반갑게 만나는 우리는 모두가 같은 꿈을 꾸고 같은 마음을 가진 한 가족입니다. Each year, we gather from all over the world, delighted to reunite, sharing the same dreams and hearts as one family.